داشتیم راجع به رفتارهای مخرب توی رابطه میگفتیم و تأثیرش توی تفکر کمبود یا بالعکس تأثیر تفکر کمبود روی رفتارهای مخرب. ببینیم کدومش به کدومش میچربه. ممکنه که میدونیم حکایت مرغ و تخم مرغ احتمالاً. شما چی فکر میکنیم؟ کدوم رفتارها مخربه توی ارتباطات ما؟ شاید مسخره کردن. منظورتون همینجور مثل آره. مسخره کردن میتونه باشه، تحقیر کردن میتونه باشه. دیگه چی؟ همون حسادت قبلیه رو من بدم نمیاد اضافه کنم. حسادت کردن. اون که تفکر باعث رفتار میشه. تا جایی که من میدونم تفکر باعث رفتار میشه. چیزی که باعث حال به وجود اومدن تفکرهای مختلف میشه کمبودای آدمه. کمبود هم میشه مثل تحقیر شدن، دیده نشدن، شنیده نشدن و خوباش هم هستا. محبت دیدن، از اون ور خب رفتارهای خوب هم اونا رفتارهای موثره. ما داریم راجع به رفتارهای مخرب حرف میزنیم. مخرب که زیاده. آره خوب گفتیم. حالا پارسا برمیگردیم به حرف که تو زدی، ولی همونجور که مهدی گفت دقیقاً انتقاد کردن. یه استادی داریم که میگفتش که میگن که انتقاد سازنده خیلی خوبه. همه جا حتما شنیدی انتقاد سازنده. میگه مثل این که مثلا یکی سیر بخوره بره در گوشه یکی بگه خیلی دوستت دارم. طرف چقدر احساس این دوست داشتن حالم به هم خورد. چقدر آدم میتونه خوشش بیاد از یه همچین کلمه دوستت دارمی با اون بوی گند سیر. دقیقاً انتقاد اصلا انتقاد سازنده ما نداریم. انتقاده و چیز خوبی نیست. هیچ کس از انتقاد شدن خوشش نمیاد. پس انتقاد کردن یکی از رفتارهای مخربه که قاعدتاً تو روابطمون خیلی تاثیر بد میذاره. دیگه چی گفتیم؟ مسخره کردن. مسخره و تحقیر رو گفتی. آره مسخره و تحقیر کردن هم همینطوره. به عزت نفس آدم ها آسیب میزنه و دقیقاً میتونه که تو رابطه ایجاد خدشه بکنه. من دلم نمیخواد، قاعدتاً هیچ کس دلش نمیخواد با یه آدمی که همیشه مسخره میکنه یا همیشه انتقاد میکنه یا تحقیر میکنه ارتباط داشته باشه. یه چیز دیگه که خیلی مهمه سرزنش کردنه. توی رابطه پدر مادر و با بچه ها خیلی ما اینو میبینیم. فکر میکنیم این سرزنش کردنه کمک میکنه که بچه تقویت بشه، رشد کنه، آره پیشرفت کنه، در صورتی که دقیقاً برعکسه. سرزنش کردن مثل پتک تو سره. من همیشه یه مثالی میزنم، میگم که ما وقتی که میزنیم با چکش میزنیم روی میخ، دقیقاً چی کار میکنیم؟ میخ فرو میره توی چوب، تو دیوار، تو هر چیزی که حالا هدفمونه. دقیقاً اون سرزنشه همین کارو میکنه. مثل پتک میکوبه تو سر بچه. چجوری توقع داریم بچه بلند شه، بزرگ شه، بالنده شه، رشد کنه؟ دقیقاً تاثیر عکس میذاره دیگه. اون کاری که باید بکنه رو نمیکنه. خب یکی دیگه از رفتارهای مخرب باجدهی برای کنترل کردن دیگرانه. اینم دقیقاً تو رفتار والدین میبینیم که باج میدن برای اینکه بچه‌ها یه سری کارا رو انجام بدن، که حالا در ادامه صحبت‌هامون برمیگردیم به اون کنترل درونی و کنترل بیرونی که از همینجا بلند میشه. یکی دیگه تنبیه کردنه. خب وقتی بچه هستیم بعد پدر مادر تنبیه میکنن، فکر میکنن اگه تنبیه کنیم دیگه میفهمه اون کار رو انجام نمیده، در صورتی که تنبیه کردن اتفاقا رابطه رو خراب میکنه. ممکنه همون موقع بچه کوچیک جواب بده انجامش نده. ما معمولا دنبال جوابای زود هنگامیم، یعنی یه رفتاری رو انجام میدیم که سریع پاسخ بگیریم. ممکنه اون پاسخی که میخوایم رو میگیریم ولی در طولانی مدت دیگه بهمون جواب نمیده، در طولانی مدت بی تاثیر میشه. و یکی دیگه هم تهدید کردنه. اگه بابات بیاد بهش میگم شب بذار بابات بیاد، تکلیفتو روشن میکنم، بهش میگم که اون وقت چی شد، بعد اون وقت خودت میفهمی که چی. یا اینکه اگه فلان کارو بکنی منم فلان کارو نمیکنم، بذار بریم بیرون، بذار بریم خونه فلانی، بهت میگم. خب این تهدیدا معمولا اولا که اجرایی نمیشه هیچ وقت، بعدم این که تا یه مدتی تاثیر میذاره، بعد دیگه تاثیر خودشو از دست میده. مخصوصا وقتی که حالا اون آدمه بزرگتر میشه، هرچی بزرگتر میشه خب قاعدتا ترسای ما هم باید کمتر بشه دیگه، کلا اون ساختار اصلیشو از دست میده. اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم 7 تا رفتار مخربه که ما میتونیم اسم ببریم که اینا میتونه که تو رابطه تاثیر بد بذاره. قرقر و شکایت کردن، سرزنش کردن، انتقاد کردن، تهدید کردن،
باج دادن و باج گرفتن، تحقیر کردن و تنبیه کردن. این 7 رفتاریه که ارتباطهای ما رو دچار اشکال و خدشه میکنه که باید حواسمون بهش باشه. یه چیزی بگم، من زمانی که قرار بود اینو یاد بگیرم اومدم برای خودم یه مدل علامت ورود ممنوع تو رانندگی درست کردم. یه دایره رو قرمز کشیدم، دور دایره قرمز کشیدم، بعد داخلش این رفتارهای مخرب رو نوشتم، زدم به در یخچال که هر وقت که میرم تو آشپزخونه، یا خب بالاخره ما تو آشپزخونه زیاد رفت آمد میکنیم، این جلو چشمم باشه. هر زمان که یه رفتاری رو میکردم فکر میکردم که اونه، میرفتم نگاه میکردم آره من دوباره این کارو کردم، ای بابا دوباره اینجوری خراب شد. به خاطر این انقدر جلو چشم بود که بالاخره شد ملکه ذهنم که حواسم باشه که سرزنش نکنم، تحقیر نکنم، انتقاد نکنم، تهدید نکنم، تا بالاخره بعد از چند سال اینا برای من درونی شد و تونستم درونیش بکنم که این کارا رو انجام ندم. سوال دارید؟ من یه سری سوال داشتم در رابطه با این هفته. اولیش در رابطه با تنبیه کردنه. خب در این که تنبیه آزاردهنده است هیچ شکی نیست، اما آیا همیشه بده؟ یعنی ما نمیتونیم یه راهبرد سالمتر، بهنجارتر برای تنبیه انتخاب کنیم که اتفاقا نتیجه مثبت هم داشته باشه؟ دقیقاً مثل همون انتقاد کردن است که انتقاد سازنده ما نداریم، ما تنبیه سازنده نداریم. اون که بوی گند میده دیگه. تو نمیتونی بگی بوی گند نمیده. کی از تنبیه خوشش میاد؟ تو چجوری میتونی با تنبیه کردن، حالا شماها بذارین از فضای پدر مادری در بیام، چجوری میتونی دوستتو تنبیه بکنی ولی باهاش ارتباط خوب داشته باشی؟ آخه بعضی اوقات این تنبیه خودش ابزاریه برای اینکه تو اون ارتباط خوبه رو ایجاد کنی. یعنی اینکه لزوما خوشایند باشه به این معناست، خوشایند باشه یا نباشه به این معناست که اون رفتار مخربه. آره. گاهی اوقات خب آخه مثلا من یه رفیقی دارم که داره یه کار غلطی انجام میده و من ازش انتقاد میکنم، خوشش هم نمیاد ولی رفیقمه. مثلا مسئولیت من اینه که ازش انتقاد کنم، اونو بهش گوش کنم. خیلی چیزا الان من حقیقتا یه برجی تو ذهنم بود کلا خراب شد، یه قلعه تو ذهنم خراب شد، مخصوصا وقتی که فهمیدم انتقاد کردن جزء اون رفتار مخربه. چون اصلا خیلی چیزها رو در بر میگیره. حالا تنبیه رو بگیم بذاریم کنار، خب باشه مثلا میگم مثلا برای پدر مادر پسر اون کارو نکن اشتباهه، ولی خب واقعا فکر نمی کنم بچه‌ها با صرف این که پسرم اون کار اشتباهه متوجه اشتباهشون بشن. بچه‌ها یکم پیش بریم بعد آره. جواب سوالاتون رو بگیریم. آره. خیلی مهمه پیش بریم. بذارید من رفتارهای موثرم بگم. تو هم ذهنت قیافت شبیه علامت سوال. پارسام الان نه قیافت علامت سواله. نه باحال برام. ولی بذارید که بریم توی رفتارهای مؤثر، بعد ببینیم که و کنترل درونی بیرونی، بعد ببینیم آیا به سوالای شما جواب داده شد یا نه. اگه نشد بعد دوباره سوالاتتون مطرح کنید. اینجوری فکر می‌کنم بهتر باشه. رفتارهای مؤثر رو حالا با هم دیگه بررسی بکنیم. رفتارهای مؤثر احترام گذاشتنه. حالا دقیقاً در مقابلش تو وقتی یکی رو تنبیه می‌کنی چجوری داری بهش احترام می‌ذاری؟ یعنی کاملا نقضش می‌کنه. Emotional damage. یکی دیگه از رفتارهای مؤثر اعتماد کردنه. تو وقتی که داری انتقاد میکنی یا سرزنش میکنی یه نفر رو، چجوری داری بهش اعتمادم میکنی؟ میگی من به تو اعتماد دارم. کاملا متناقض اینا با هم دیگه. یکی دیگه از رفتارهای مؤثر گفتگو کردن برای حل مشکله. این گفتگو کردنه ما چقدر بلدیم گفتگو کردن رو که بشینیم راجع به موضوعمون حرف بزنیم. این انتقادی که تو میگی رو میتونم بفهمم، اون مسئولیتی که تو میگی رو میتونم بفهمم، ولی در جایی که اون گفتگوی برنده باشه. تو اگه گفتگوی برنده بکنی نمیخوای وایسی دوست تو بزنی بگی که آی تو بلد نیستی، آی تو نمیدونی من میدونم، من بهتر میدونم. میشینیم با هم صحبت میکنیم، به نتیجه خوب و به نتیجه مشترک میرسیم نهایتاً. پس یعنی ما الان داریم روی توی انتقاد به طور خاص داریم روی شیوهش صحبت میکنیم. یعنی ما نهایتاً داریم انتقاد میکنیم،
اما اینکه چطور این انتقاد رو منتقد کنیم برای ما بحثه. دقیقاً ما انتقاد نمی کنیم به صرف انتقاد کردن، ما گفتگو میکنیم و نظرمون رو میگیم. میتونه اون طرف بپذیره، میتونه نپذیره، این امکان رو بهش میدیم که بپذیره یا نپذیره. گفتگو انتقاد با هم فرق میکنه. اگه اسمشو هر چی باشه اسمشو بذاری انتقاد بازم بده. بعد و ضبط در هر چیزی بکنی بده. این کلا یه چیز دیگه ایه. یکی دیگه از رفتارهای مؤثر تشویق کردنه. اینکه ما وقتی یه چیز خوبی رو در یکی میبینیم تشویقش بکنیم. محبتی رو میبینیم نسبت به خودمون از طرف دیگری، بگیم که من اینو دیدم و تشویقش بکنیم که اون طرف فکر کنه که آها این کار خوب بوده، مؤثر بوده، پس ادامهش بدم، انجامش بدم دوباره. یکی دیگه توجه کردن به طرف مقابله. چی جوری؟ با گوش دادن بهش. تو دقیقاً اینو بهش اشاره کردی که گوش بدیم. ببین نه که بشنویم آدما رو، همونجوری که شما شیش تونگتون الان با منه، همون جوری با آدما گوش بدیم، نه فقط بشنویم بریم. ولی یه چیزی شنیدم، یه ویزویزی شنیدم تموم شد، ولی نه دقیقاً گوشش بدیم که بگیم آها فهمیدمت، آها. این توجه کردنه خیلی مهمه و گاهی اوقات همین توجه کردنه باعث میشه که آدما خیلی از مشکلاتشون حل میشه، خیلی از مشکلات درونی خودشون حل میشه. گاهی اوقات همون توجه شنیده شدنه باعث میشه که طرف بگه آها حرفشو بزنه و بره دیگه، تموم شه اصلا. ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، از اون قرقر و شکایت دست برداره کلا. یکی دیگه هم پذیرشه، اینکه من اون طرف مقابلم رو همون جوری که هست بپذیرمش، نه اینکه بهش چارچوب بدم بذارم تو چارچوب خودم بگم خب حالا بیا من قبولت دارم، حالا میپذیرمت. دیگه میشه درد میخوره. من اون که تو هستی رو میپذیرم، من تو رو با همه بد و خوبیات میپذیرم. اگه قرار باشه اون چیزی که باشی که من میخوام که دیگه من خیلی شاهکار نمیکنم تو رو میپذیرمت. که این پذیرش هم خیلی مهمه و در نهایت حمایت کردنه، چیزی که متاسفانه تو والدین خیلی کمه. اینکه تو اگه اشتباه میکنی من هستم هنوز، من تو رو دوستت دارم هنوز، قرار نیستش که تو اگه اشتباه کردی من نباشم، من به هر حال مامانتم، من به هر حال پدرتم، قرار نیستش که پدر مادرت نباشیم. که هر بچه‌ای هر آدمی هم ممکنه اشتباه بکنه، ولی شما فکر کنید اگر که این گفتمان، این گفتگو از دوران کودکی تو بچه‌ها باشه، بعد اصلا بچه میره به سمت اشتباه کردن، اشتباهات بزرگ کردن، قطعا نمیره، چون از بچگی یاد گرفته، عادت کرده که تو اشتباهات کوچولو پیش بره و بعد دیگه به اون اشتباهات بزرگ منجر نشه رفتارش. تجربه زندگی رو با خودش زیسته میکنه. میخواستم بگم میزیه، دیدم نمیشه این میزیه. آره دیگه همون میزیه، ولی میزیسته نه نمیشه. زندگی میکنه، تجربه زندگی رو زندگی میکنه واقعا. آره. پس با هم دوباره خلاصه میکنیم، یه جنبندی میکنیم. رفتارهای مؤثر چیا بودن؟ احترام گذاشتن، اعتماد کردن، حمایت کردن، تشویق کردن، گفتگوی مؤثر کردن، گوش دادن، گوش کردن به اون طرف مقابل و پذیرفتنش، پذیرش طرف مقابل. اینا رفتارهای مؤثر هستن. یه جایی درباره تنبیه و احترام صحبت کردیم. من احساس میکنم که میشه مصادیقی رو گفت که ما میتونیم تنبیه داشته باشیم که احترام فردا حفظ شه. بگو. مثلا اون رو منعش میکنیم از یه امکانی، از یک امکان بالقوه‌ای. شما در واقع اون فرد اومده یک فعلی انجام داده و پاسخ اون فعل به هر صورت یه محرومیتی. در واقع این یه عمل عکس‌العملیه، هیچ احترام اینجا به نظرم زیر سوال نمیره. به نظرم این که اونو محدود کنی رو اون اعتماد پا میذاری. باشه ولی احترام نیست. خب دیگه اعتماد پاکی. آخه نمیشه اصلا. من هر چی دارم بالا پایین میکنم، یک سری کارها خب یک سری عواقبی داره. الان میگم و نمیشه. الان میگم بچه‌ها، حرف مهدی درسته که آره ما محرومش میکنیم، ما بهم میگیم محرومش میکنیم و این محرومیت همینجور تنبیه دیگه. فقط اونجایی بی احترامی به حساب این بی احترامیه. اونجایی بی احترامی به حساب نمیاد که ما از قبل با همدیگه راجع به این موضوع صحبت کردیم. اینکه بچه میدونه اگر که این کار اشتباه انجام بده از تلویزیون محرومه. متوجه شد. اگر بره پولش رو زیادی خرج کنه تا اول برج پول نداره، پول اضافه نمیگیره. اینو میدونه.
اینا یه سری قوانینه که پدر و مادر با بچه‌ها باید بشینن جداگانه اینو یادداشت کنن با هم دیگه، راجبش صحبت بکنن و دقت کنید چی میگم، با هم دیگه صحبت کنن. نه من به عنوان یه والد بگم که من میگم که انقدر اینجوری تمام، نه بچه میگه من که قبول ندارم. خب قراردادو با هم دیگه قراردادو با هم می‌نویسن. دقیقاً. و جالبه که بهتون بگم وقتی که قرارداد با هم دیگه نوشته میشه، هر دوتا اون وقت سعی میکنن پایبند بمونن. چی میشه که بچه از اون قرارداد میاد بیرون؟ اونجایی که خودش پای اون قرارداد رو امضا نکرده، خودش اصلا مفادش رو ننوشته، قرارداد نانوشته‌ای داره براش اجرا میشه. دقیقاً همینطوره. اون زمانه که بچه از زیرابی میره و دیگه توی بازی نمیاد، میگه خودش گفته خودشم انجام بده، به من چه، من چرا باید انجام بدم، من که نگفتم، من دلم خواست اول کارتون نگاه کنم بعدن. ولی زمانی که با هم دیگه این قرارداد رو می‌نویسن و بچه میگه من دلم خواست اول کارتون ببینم بعد تکلیفمو انجام بدم، بعد مادر بهش میگه خب ولی شرط منه که تا 8 شب. اون میگه خیلی خب من کارتون میبینم تا قبل 8م تکلیفم دارم. اگه این کارو نکرد اون وقت اجازه داره که براش محدودیت ایجاد بکنه. گرفتین چی شد؟ پس یعنی این رفتارها هر کدومشون یک سری مقدمه مؤخره دارن. دقیقاً. چه اونجایی که تو انتقاد میکنی، چه اونجایی که تو انتقاد رو در قالب گفتگو قرار میدی، اینا هر کدومشون یه سری راهبرد عملی برای خودش داره. دقیقاً همینطوره. ما از همینجا بچه‌ها سریع بریم به سمت کنترل درونی و کنترل بیرونی که خیلی مبحث مهمیه و به همین بحثمون برمیگرده، کاملا ارتباط داره. تو بحث کنترل بیرونی خب شاید شماها خیلی اطلاعاتی درباره رویکردهای روانشناسی نداشته باشین، ولی مثلا توی حالا نمیدونم چند سال قبل، نمیدونم که الان بگم شاید اطلاعاتم غلط باشه، ولی رفتارگراها یه عده رفتارگرا رویکرد رفتارگرایی اومدن روی حیوانات یه سری آزمایش انجام دادن. خب بچه‌ها پارت دوم از قسمت دوم سیر مشاوره هم تموم شد. امیدوارم که به کارتون اومده باشه و ازش لذت برده باشید. قسمت سوم میخوایم در رابطه با کنترل درونی و بیرونی صحبت کنیم. حتما دنبال بکنید. راستی یادتون نره که ما رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فشار بدید و به روال همیشه ما از انتقادهای سازنده شما استفاده میکنیم. حتما توی کامنت ها به ما نظرتون رو بگید. البته که فکر کنم با توجه محتوای امروز انتقاد سازنده نباشه، با هم گفتگو میکنیم تو کامنت ها. فعلا